دادستانی فدرالی آلمان روز 24 اپریل سال 2024 در سامانش خبر داد که به ضد افزوده آسیای مرکزی با اتهام تشکیل گروه تروریستی، اشتراک در فعالیت این گروه و پشتیبانی از سازمان تروریستی داعش رسما عیب اعلام کردند. 5 متهم شهروندان تاجیکستانند و 1 نفر از ترکمنستان و 1 نفر دیگر از قرقیزستان بودند. بنا به اطلاع دادستانی 9 نفر سال 2022 از اوکراین به آلمان آمده از ماه ایول سال 2023 در بازداشت قرار دارند. اتهام تروریسم به ضد این افزوده آسیای مرکزی را روز 28 مارس سال 2024 در بخش پرونده های امنیت دولتی دادگاه منطقه دوسلدورف اعلام کرد. دادستانی فدرالی آلمان اسم این 7 نفر را نیز نشر کرد. شهروند ترکمنستان عطا، شهروند تاجیکستان محمد شجاع، شهروند قرقیزستان ابرارجان، شهروند تاجیکستان نوریدین، شهروند تاجیکستان شمشاد، شهروند تاجیکستان سعید، شهروند تاجیکستان ربانی. دادستانی فدرالی آلمان میگوید دلیل‌های کافی به دست آورده است که این افراد را به تشکیل گروه تروریستی و اشتراک در فعالیت این گروه عیبدار کند. بر علاوه 6 متهم دیگر به استثنای محمد شجاع به پشتیبانی از فعالیت سازمان تروریستی داعش عیبدار شده. در این رابطه شمشاد، نوریدین، ابرارجان، عطا و سعید همچون به ویران کردن قانون تجارت خارجی متهم میشوند. خود دستگیر شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی در عیبنامه آنها را به چنین اعمال عیبدار میکنند. این 7 عیبدار شونده یکدیگر را دیر باز میشناختند و همشان پیرو عقیده های تند اسلامی میباشند. در بهار سال 2022 در پی آغاز جنگ روسیه به ضد اوکراین این 7 نفر همزمان از آنجا به آلمان کوچیدند. در آلمان آنها همراه با 1 نفر دیگر که در هلند تحت تعقیب بازجویی قرار دارد برای تشکیل گروه تروریستی با مقصد در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی انجام دادن حمله‌های تروریستی از نام داعش زبانی کردند. دادستانی آلمان میگوید اعضای این گروه با افراد در خارج آلمان قرار داشته سازمان داعش نیز در ارتباط بوده برای عملی ساختن نقشه‌های خود دائم وامی خوردند و مکانهای حمله های احتمالیشان را می آموختند. گفته می شد که آنها حتی تلاش کردند که سلاح بخرند و برای انجام حمله ها مبلغ گذار پیدا کنند، ولی دادستانی آلمان اعتراف کرده است که وقتی که این نفر به دست افتادند آنها هنوز نقشه یگان حمله مشخص در دست نداشتند. بنابر عیبنامه‌شان 6 متهم دیگر به استثنای محمد شجاع از ماه اپریل سال 2022 تا ماه مای سال 2023 برای داعش یک جایه پول جمع آوردند و به نمایندگان این سازمان تروریستی در خارج چندین هزار یورو روان کردند. این 7 نفر را روز 6 ایول سال 2023 در ولایت رین فستفالیا در غرب آلمان دستگیر کردند و آنها از همان وقت در بازداشت قرار دارند. وقتهای آخر درباره شمار روزافزون زادگان تاجیکستان در صف سازمان‌های تروریستی اساساً داعش خبرها زیاد به دست می‌رسند. این حال باعث نگرانی جدی هم مقامات تاجیکستان و هم دیگر کشورها از جمله کشورهای غرب شده است.